نیمه دوم روز 28 ایول سال 2023 در کارخانه طلای شرکت خطایی تبعه در موضع باغ مراد نویه عینی در شمال تاجیکستان سوختار به عمل آمد. در ویدیویی که کاربران به اداره پایگاه خبری بامداد فرستادند دیده می شود که دامنه آتش یک بنای دو قبحه استحصالی را فرا گرفته و از داخل آن علنگه آتش و دود به هوا بلند می شود. به گفته شاهدان در کارگاه سنگریزه کنی کارخانه کارکرد طلای شرکت خطایی تبعه بر اثر بارشات زیاد روزهای آخر آهک با خلور آمیخته شده ترکیده است و سپس کارگاه آتش گرفته است. تفصیلات دیگر این حادثه و همچنین حجم ضرر رسانیده شده به شرکت خطایی نیز معلوم نیست. شرکت تبعه چند سال پیش با خرج 349 میلیون دلار که از آن 17 میلیون دلارش سهم خود تاجیکستان و مبلغ باقی مانده قرض اکسیم بانک چین بود، مرکز دوم گرمیده دوشنبه را بنیاد کرد و در عوض حکومت تاجیکستان به این شرکت حق استخراج طلا در کانهای طلای دوآبه شرقی و قمرق بالا را در نویه عینی ولایت سوق دادند. ذخیره طلای این دکان تقریبا 64 تن برابر